قسم به آفتاب فراگیر و قسم به شب آرام و آرامش بخش که پروردگارت نه تو را رها کرده و نه بر تو خشم گرفته است. بیشک آخرت برای تو از دنیا بهتر است. به زودی پروردگارت به تو نعمتی عطا کند تا خوشنود شوی. آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ آیا تو را گمگشته نیافت و راهنماییت کرد؟ آیا تو را عاقلمند نیافت و بی نیازت ساخت؟ پس هیچگاه دل یتیم را میازار و نیازمند را از خود مران و همواره از نعمتهای پروردگارت سخن بگو. فرعون گفت ای موسی، پروردگار شما کیست؟ موسی گفت پروردگار ما کسی است که به هر مخلوقی آنچه را که نیاز داشت عطا کرد، سپس در مسیر هستی رهنمونش شد. گفت پس آنها که پیش از این میزیستند چه؟ گفت آگاهی از آنان در کتابی نزد خداست. پروردگار من نه گمراه می شود و نه چیزی را فراموش می کند. او کسی است که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد و راههایی در آن پدید آورد و از آسمان آبی فرستاد تا به وسیله آن انواع گیاهان را رویاندیم و پرورش دادیم. از این نعمتها بخورید و چهار پایانتان را در این سبززارها به چرا برید و بدانید که در همه اینها نشانه‌هایی برای خردمندان است.